مارکوپولو جهانگرد و سیاح مشهور در زمان حکومت ملک تاج الدین ثانی یعنی در سال 1273 میلادی به مکران آمده و در کتاب خود می نویسد مکران سرزمینی مستقل بوده و امپراتوری مستقل ملک‌ها در آنجا وجود دارد که دارای یک پادشاه و زبان مخصوص به خود هستند. مارکوپولو می‌افزاید که گروهی از مردم این منطقه بتپرست بودند و اقوام گوناگونی را شامل می‌شده است. ملک دینار معروفترین حاکم سلسله ملوک مکران بوده است که برجی در قلعه بنپور از یادگارهای او و به نام او نامگذاری گردیده و با لقب شاهد عادل در بین شاهان این سلسله شناخته می شود. شکوتا بیاتن امروز ما